در داخل صحیح بخاری به گفتی مثلا امام نووی و به گفتی ابن صلاح 4000 حدیث است. باقی ماندهش تکرار است، یعنی بدون تکرار 4000 حدیث است. اما حافظ ابن حجر رحمت الله علیه میگن که من تحقیق کردم، میگن بعد اینکه تحریر کردم، یعنی که همین مسئله بسیار آموخته برآمدم، به همین خلاصه آمدم که در داخل صحیح بخاری 2513 حدیث است، باقی مانده‌اش تکرار است. من در همین طبعه ها 7563 حدیث است، لیکن 2513 تاش بدون تکرار است. تکرار نه، اصل همین قدر حدیث است، باقی مانده‌اش تکرار است. یک حدیث خود همین حدیث باب ما امام بخاری 5 مراتبه در صحیح بخاری تکرار کرد. حدیث انما الاعمال بالنیات 7 مراتبه، حدیث جمل جابر 40 مراتبه. بعضی حدیث ها رو تکرارا میبیارن، لیکن 100% یک خیله نیست. یا استاد را دیگر میکنه، یا سند را دیگر میکنه، یا متن را دیگر میکنه. اگر هیچ تغییراتی ندارن، حدیث را بدون اسناد روایت میکنه یا متنش را کوتاه میکنه، خلاصه یک تغییرات میدارن. یعنی که تکرار بالکل 100% امام بخاری نمیکنه، لیکن اصلش همون حدیث است که این بعضی علما یک حدیث حساب میکنن.